سلام. کلمه امروزمون difficult. به چه معنیه؟ یعنی سخت. حالا چه جمله‌ای میتونیم باهاش بسازیم؟ من اینجا 2 مثال براتون زدم. اولیشو میخونم. It's difficult to trust others. It's difficult to trust others. یعنی اعتماد کردن به بقیه سخته. It's difficult سخته. To trust others اعتماد کردن به بقیه. مثال دوم. Cooking is difficult for me. یعنی چی؟ یعنی آشپزی کردن برام سخته. Cooking is difficult. آشپزی کردن سخته. For me. برای من.